گفتم ماجی گو یا هر ادا تو ادا این آسه هدفمون اینه که به عنوان تیم اول صعود کنیم و خدا رو شکر، خدا رو هزار مرتبه بعد از اون بازی که مقابل شهر اتحاد هومن داشتیم خدا رو شکر برگشتیم و تمام هدفمون اینه که برگردیم صدر جدول. درسته سخته و باید این 4-5 تا بازی فینال داریم که همه این بازی رو باید ببریم به امید خدا.